وقتی رئیس دفتر سیاسی حماس، یک مهمان رسمی حکومت، بسا مهمترین مهمان رسمی حکومت، چند ساعت بعد از دیدار با رهبر این نظام مقدس در تهران کشته می شود، فارغ از همه تحلیل و تفسیرات، یک حقیقت خودش رو به مسئولان جمهوری اسلامی نشون میده. هیچ یک از مسئولان رده بالای حکومت امنیت جانی ندارن. کسایی که یک عمر امنیت رو از مردم ایران سلب کردن، خودشون دیگه احساس امنیت نمی کنن. یعنی دیگه نمیتونن وقتی سرکوب و اعدام میکنن بگن برای امنیت جامعه است، وقتی گرانی و فقر امان مردم بریده بگن عوضش امنیت داریم. دیگه برای خودشون هم نمیتونن این. بله، هنیه این اتفاقی که افتاد برای هنیه خیلی جالبه که الان باید این مسئله برای تمام مقامات امنیتی روشن شده باشه که خودشون هم دیگه اونجا امنیت جانی ندارن. یعنی خودشون هم تو ایران دیگه امنیت جانی ندارن. کسانی که امنیت رو به مردم سلب کردن الان خودتون امنیت ندارین. اینی که دارم بهتون میگم، یک افشاگری حتما در مورد موضوع خواهم داشت، یعنی یک صحبت میکنم و بهش میپردازم. قتلی که صورت گرفته، یعنی کشته شدن هنیه رو من اینجوری براتون اگر بخوام بگم، این کار خود جمهوری اسلامی بوده، کار خود وزارت اطلاعات بوده و از طریق بمبگذاری اتفاق افتاده و اینی که الان شما میبینید اسرائیل گردن گرفته این موضوع رو، هم چیزی نیست. این از اونجایی بهتون میگم که 11 سال در بخش امنیتی ایران کار کردم. 11 سال عمر من در مسائل امنیتی و خیلی لشکری کشوری، یه چیز بسیار خطرناکی بود دوره‌ای که من بودم. بار هم در موردش مستند ساختم، صحبت کردم، اسناد و مدارکشو ارائه دادم و میدونم که چه اتفاقی افتاده. اما حالا میدونید چرا میان میگن که اسرائیل این کارو کرده؟ اینا ببینید به نفع ایناست که اتفاق بیفته و به نفع اسرائیل که قدرت خودش رو نشون بده، که بگه من، یعنی گردن بگیره، به دروغ بگه که آره من کردم. همچین چیزی نیست. اینها یعنی همین اسرائیل اگر قدرت این رو داشت که چنین کاری بخواد بکنه و انقدر به قول خودمون خوشونه بکشه، میتونست علی خامنه ای رو بزنه، بارها میتونست بیتو بزنه. چرا نمیزنی؟ شمایی که میایید اینجا به قول خودتون سیستم امنیتی دارین که به هیچ کس آسیب نمیرسونه، چرا بیت رهبری رو نمیزنید؟ چرا مقامات امنیتی رو نمیزنید؟ چرا پایگاهی که بارها اسناد و مدارکشو بهتون ارائه دادیم چرا نمیزنید؟ خب پس این پشت پرده نشون میده که یا با جمهوری اسلامی هستید شما، یا دارید دروغ میگید، که دارید دروغ میگید. چون نمیتونید با جمهوری اسلامی باشید، هرگز نمیتونید باشید و دارید دروغ میگید. و این دروغ گفتن شما رو امثالی مثل من میاد رو میکنه و میگه که به چه صورتی اتفاق افتاده. در واقع این یک داستانی بودی که خود وزارت اطلاعات درستش کرد و خیلی هم راحت انداختش گردن اسرائیل. و اسرائیل هم در این مسائل گردنگیرش خوبه، یعنی میشینه فکر میکنه جاهایی که ضرر نداشته باشه، تاوان سنگینی نداشته باشه، مثل همین به درک واسط شدن هنیه رو قبول میکنه. حالا داستان هنیه چیه؟ هنیه یعنی در واقع ازش اسرائیل اینو خواسته و گفته بود که ما این جنگ رو باید تمومش بکنیم. اگر بخوایم مستقیم ادامه بدیم که خب نمیشه، دردسرای بزرگی خواهد داشت، پس بیاییم بشینیم چیکار بکنیم؟ شما اینو دعوتش بکنید برای پزشکی بیاد ایران. اینایی که من دارم میگم فرضیه نیست، اینا رو با مقامات بالا بلندشون هم من حرف زدم. یعنی فکر نکنید اینا داستان دارم برای شما تعریف کنم، خودشون اومدن همینو گفتن. از ما خواستن که هنیه رو برای ریاست جمهوری دعوتش بکنیم بیاد ایران، که این آقای آقا میخواد بشینه روی صندلیش و اونجا هنیه رو تموم بشه داستانش، قصدش به قصد برسونیم که این یک استاپی بشه برای این جنگ. اینو امریکا ازش میخواست. بعد جالب بود، دیشب داشتم میخوندم که تیم امنیتی از شورای امنیت امریکا بلند شده اومده ایران. چرا باید بیان ایران؟
پشت پردهش چیه؟ پشت پردهش اینه که اومدن همه چی کنترل بکنن. حالا یک زده‌بندی بشه، یک داستان مالی اتفاق بیفته که قطعا میفته. حالا چیه پشت پردهش من نمیدونم، ولی 100% اتفاق میفته. با من اینو پیش بینی کرده بودم، گفته بودم. متاسفانه دیر اقدام کردم برای ویدیو. اصلا مهم نیست برای من، اصلا مهم نیست. من اینو حدود همون روزی که اتفاق افتاد من گفتم که چه فاجعه‌ای رخ داده و پشت پرده چیه. هرگز این اسرائیل این کارو نکرده که اگر میتونست بکنه، چنین قدرتی داشت و چنین سیستمی رو داشت، مطمئن باشید که بارها زده بود و بیتو ترکونده بود. نه، کار اسرائیل نیست. میگم از اونجایی که خودم 11 سال در بخش امنیتی ایران بودم و میدونم که چقدر قدرت داره، چقدر مانور میتونه بده و چه کارهایی میتونه بکنه. نه که دارید میشنوید داستان. و اون ویدیو انفجار اون خونه و اون منطقه رو یک بار دیگه اگر تو دسترستونه ببینید، من در انتهای این ویدیو شاید بذارم. بسیار مضحکه، انفجار کاملا دستی. ببینید من در مورد این قضیه حتما افشاگری میکنم و سندی رسیده دستم، هنوز قطعیت دارم پیدا نکرده که اسرائیل از ایران خواسته که اتفاق بیفته. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی جالبه که ازشون خواستم. به زبان عبری بوده، دادم یک نفر برای من تایید شده، هر جوری که هنوز نگفتم، ولی مطمئن باشین رو منتشر میکنم و براتون روشن میکنم که اسرائیل هم پارت و پورت الکیه. و یک مسئله بسیار مهم اینه که اینو مطمئن باشید که هرگز جنگی از داخل ایران شکل نخواهد گرفت. اینو مطمئن باشید. هرگز ایران به اسرائیل حمله نمیکنه، چون که میدونه با این حمله پایان جمهوری اسلامی رو رقم خواهد زد. اینو بیشک دارم بهتون میگم. اینا هرگز حمله نمیکنن، هرگز حمله نمیکنن. نه اسرائیل حمله میکنه نه اینو مطمئن باشید و منتظر افشاگری من باشید. بدرود.